ملات سیمان همونه دیگه. آره میخوای ملات سیمان رو انجام بدین؟ آره اون ملات سیمان. آها 4 تا ماشین 4 تا یه سیم. 51 هم میشه. اگه خیلی همه بزنین بد نمیشه؟ ما زمانی که خشکه راحت تره جوری خاطش کنید. به الان این سیمان که سرش نیست قرمزه، جوری خاطش کنی راحت همگن بشه. دیگه هزار دفعه به همش بزنید فرقی نمیده. یعنی اگه بمونه خراب نمیشه؟ سیمان؟ آره؟ تا چقدر؟ سیمان خاصیتش اینه آب توش باشه خود سفت میشه. سیمان آب سفتش میکنه. یعنی الان درسته الان دیگه که همه زدیم. تا چقدر میتونه بمونه و خشک نشه؟ به هوا داره. یعنی چی الان هوا حدودی؟ هوا گرم که باشه یا الان ضخامت داره، یا اگه پهنش کنیم نازک باشه زود خشک میشه. یعنی تو هوای گرم؟ تو هوای گرم زودتر خشک میشه تا هوای سرد. الان نه، معمولا سیمان مثل گشت نیست، یک چند ساعتی میمونه تا اگه اینطوری باشه تا عصری هم میمونه. اگر که نه پهنش بکنید 2-3 ساعته خشک میشه. ولی خب قدیم چیز میزدن داخله، اصلا سیمان کار نمیرفت، ماسه و آهک. الان هم ما سیمان میزنیم میخوایم سقف رو بپوشونیم که سرش گرگر کنیم، وگرنه یه ذره سیمان میزنیم بیشترش آهک استفاده میکنیم. کلا هر دفعه که میاییم توی ساختمون یه کاری رو انجام بدیم به ملات ماسه سیمان نیاز داریم، درسته؟ باید حتما درست بشه؟ آها. فقط بعضی چیزا اصلا سیمان خیلی کم، یعنی اصلا غیرقانونی سیمان توش استفاده بکنیم. آها. سیمان زمان قدیم استفاده نمیشه. یعنی الان به این بافت آسیب میرسونه؟ نه، الان که فقط اینا الان سفیده. این ملاتو اگه سیمان خالی بود سیاه میشد مثل این. سیمان و ماسه و آهک ما استفاده میکنیم. آها. توی آهک هست؟ آهک نه، این برای سقفه. برای سقف استفاده میکنیم، آهک نمیزنیم. چون میخوایم آب عبور نده، سرش کاگل کنیم. اگه یه عایق باشه در واقع. آره. برای که زمان قدیم خیلی تاق که میزدن حالت اینطور این کرسی شکل که بود اون موقع فرق اون زمان خاکستر میریختن، دود میریختن، خاکستر میریختن که آب بارون عبور نده. الان ما که نمیتونیم او استفاده کنیم، به جاش از چیز استفاده میکنیم؟ از سیمان استفاده میکنیم، یه لایه که بعدش کاگلش کنیم. خب بعد یه سوال دیگه، این چرا مواد رو پایین درست میکنین بعد با داربست میبرین بالا؟ الان بالا نمیشه کار کرد. نمیشه؟ چرا؟ یه تیکه از زمین. ما داریم بالا رو سیمانش میکنیم، بالا داریم سیمان میکنیم. قسمتی که سیمان کردیم که سیمان کردیم، نمیخوای بعد دوباره چیزی بذاریم سرش. یعنی سیمانش به سیغل داده شده از سیمان بالا زبره است. سیمانی که سیغل داده شده بیا آبی بگیریم سرش از بین میره، تمیز میشه. ولی بالا رو نه، زبره گذاشتنش به خاطری که کاگل بچسبه بشه. خب زبره چجوری زبره میشه؟ بالی که اسامی کشه چیزش میده، شیبش میده. آره سیمانش رو مثلا این حالت علکش میکنن، بعد اینو با ماله آهنی میکشن سرش نرمه میشه. اونه به یه حالت یه جوری میکشنش زبرش میکنن. آها. دست اوستاکار انجام میده این کارو. آره. شما این ملات رو درست کردین رفتین استراحت کردین اومدین، بعد حتما این درست بشه یه چند ساعت بمونه یا نه؟ خودتون دوست آب یه مسئله هست میگن سلطان نفوذ میکنه. اگر عجله داشته باشین آبو میریزیم توش سریع از این مثل الان میریزیم سریعتر آمادهش میکنیم. آها. ولی اگر
عجله نداشته باشین میذاری آب خودش بره آب توش. بخوره دیگه زحمت ما رو کمتر میکنه. آها اینطوری دیگه راحت تره. همه جاش آب خورده یکسانه نمیخواد کاری کنیم. بعدم اینجا درست کنیم بگیم بالا راحت تره. اول تا آخر همه اینا رو باید بدیم بالا. آره حساب کن الان ما باید آب بدیم بالا اگه بخواد سیمان بدیم ماسه هم بدیم. این زیر درستش کنیم راحت یه داره میدیمش بالا. کار فنایی مخصوصا مرمت هر چی که توش یاد میگیره انگار هیچ یاد نگرفتی. الان این مشخص آبش کم بخاطر که اینجا سفته هنوز آره کمی آب بهش میدی که اگه آبش این دفعه زیاد بذاری یه دفعه وا میره. آره بخواهی آبم اینجوری استفاده میکنیم که وسطش گود میکنیم. وسطش گود میکنیم ولی به کف نمیرسونیمش. تقریبا اگر این مثلا ما 40 سانت حسابش کنیم ما یه 20 سانتش رو گود میکنیم 20 سانتش هم میذاریم ماسه سیمان بمونه. اگه از ته بریم آب میاد از زیرش یعنی میاد میذاره بیرون مثل اینجا. حالا اینجا اشتباهی کمی یا محمد اجازه بیرون من کنار حالا وحبی با میشه ما بریم بالا از بالا نگاه کنیم؟ بفرمایید. شما هم اینجا باید آبم بریزین باز درسته؟ آب پاشی میکنم یکم اگر شل بود چه سفت بود. آها این چی اسمش بوده؟ ابزاره؟ استاد این ابزاری که تو دستتون اسمش چیه؟ این کمچه کمچه این مال تختی هم شما با این وسیله چیزش میکنی؟ زبرش میکنی درسته؟ نه صافش میکنی. اینی که گفت سقف زبره که آهک بچسبه خب الان صافه سقف این سیمانه این خود نمیخوان صاف کنن این زبر. آها اون یکی زبره زبره. آها برای اینکه بخواین زبر شه نیازی نیست ماستتون بیشتر باشه؟ نه یعنی الان فقط سیمان میمونه؟ آره یه باید خوش بشه که سیمان کاغل بگیرن. الان اینجا سیمان زدین چقدر طول میکشه خوش بشه ملات سیمان؟ 24 ساعت دیگه 24 ساعته. و اگه بارون بیا خیسش کنه؟ دیگه شسته نمیشه؟ نه آها مالو کمی مالو این گیراش یانگی کم بریم کافی سنگینه. چقدر زیاد. نه خب سده لحاظ موز
بیا من این بذار کارشون انجام بدم. خدا داره میگیره. نه خوبه من میتونم. زورش زیاده. ببینم چجوریه. خیلی خوبه. خوب بود؟ آره خیلی عالی. مرسی. خب استاد الان چرا یکی آوردیم بالا؟ چی بودیم؟ خشکم نرم است. ماسه خشکه؟ آره نرم است. برای چی؟ تعمیری چیزی کم زیادی باشه بود. آها. این علاکارده است، این علاکارده نیست. آها. سنگای داخلش هست درشت دارن؟ آره. این علکشون که اون سنگا رو چیز کرد که مداد نرمتر باشه نرمه بشه. اینو چجوری زب شدن؟ الان مثلا بخوای اینو زب نگه دارین تو همین حالت نگهش میداری؟ زب؟ آره این حالتی دارن. این باشرند آبشان دارن. اینجوری شدن. دیگه اینو همین مدلی نگه میدارین اون صافیه رو نمیکشین روش درسته؟ بله. که دیگه زبر باشه. نه اون هم میکشن ولی با تخته است. یه تخته‌ای داریم بله. ولی ساروش چیزی دیگه که شما میدید. ساروج؟ آره. ساروش بلدی چیه؟ نه. خاک خاکستر گل مو. گلو چی؟ مو گوسفند؟ آها. سنگینه؟ من یه بنامه دارم من امتحان کنم شما مرمت باشه. حالا علت این همه ناهمواری چیه؟ این همه شیب صخره چیه؟ این صخره است خب. آها این رو کوهه. این رو کوهه آها. آها این ساختمون نیست مثلا سیمان هست. آها فهمیدم این اصلا صخره است چیزی نیست. خب استاد اگر چیزی از ماسه و سیمان ازتون نپرسیدیم یا مونده میشه بگین که حرف پایانی باشه؟ چیزی که ما نپرسیدیم شاید هم مهم باشه. گچ هم میخواه بدونی؟ نه از ماسه و سیمان. ماسه با آهک سیمان اون بهش میگن ماسه آهک. نفرستم پایین؟ ها؟ بفرستمش پایین؟ آره. تو چه فقط برای سقف و بین ملات آجر و دیگه کجاها استفاده میشه از ماسه و سیمان ملاتش؟ ملات ماسه و آهک سیمان برای دیوارچینی فقط؟ آره. دیوارچینی یا جایی که رطوبتی هم میزنیم به دیوار. آها دیگه کارایی خاصی نداره فقط تو همین قسمت ها. سیمان همه جا استفاده میکنه. سیمان خالی سیمان تنها ماسه. سیمان و ماسه. آها مرسی استاد خسته نباشی دستتون درد نکنه. مرسی. سر سیمان نوشته سر پاکت سیمان نوشته بخونیده
به دردتون میخوره مگه نمیخوای یاد بگیری؟ سر پاکت سیمان کجاست؟ پاکت سیمان اون پشت هست اینجا هم هست چیزایی که نوشته سرشون آها مرسی مرسی. این موارد رو بکنه خب بسید یه عکس بگیرم. بیا موارد کاربرد به دردتون میخوره بدونی بد نیست. بله حتما. یک ماه دو ماه بعدش اگه آب بخوره سفت‌تر میشه. سیمانی که تو ماسه کار میذاری عمر متوسطش بین 30 تا 50 حد اکثره بعدش فاسد میشه 50 روز سال فاسد میشه دیواری که بذاری سیمان توش ولی آهک که بذاری توش آهک خیلی شلتره حدودش کمتره ولی 600 سال آهک که بمونه تازه اون موقع انگار کار گذاشتش نه حواسمون آهک تو هر روز آب بده علی دیواری که آهک زدیم بهش بعد چند ماه اگه بازم آبش بدید چون آهک مال رطوبته خودش استاده بعد اگر که سیمون تا یه هفته بهش آب بدید روزایی که مثلا گرم تابستونه بعد که درست شد باید 2 بار 3 بار آب بخوره سیمون در روز هرچی آب بخوره روش نوشته مستحکم تر میشه بعد که خوش شد تا یه هفته نه تا 2 روز تو زمستون روزی یه بار بخاطر که رطوبت داره روزی یه بار آب بخورم کافیه ولی آهک نه آهک شما هر روز یه آبش بدید هی قوی تر میشه یعنی الان شما اینجا ملات سیمان زدین تا یه هفته بعد بیاین آب بریزین روش ما معمولا 2 روز 3 روز بیشتر نمیزنیم همینو قاطیش بکن این تقریبا باید 2 بیل قاطی بشه ببینید ما الان یه کار کنیم این چکو سیمان بکن شده پرتش میکنم این سمت پرتش کن میشه پرتش کن این سمت او که بیده خب قاطی میشه الان یه لحظه الان خوب بودیم الان چی؟ الان همینه دیگه شما از اینجا ببر قاطیش بکن تقریبا پرسیمان در بیان اگه من اینجوری من کار این واسه سخت بود این بین آجراست ملات ماسه سیمان استعداد دار شدیداً استعداد داری. خدا نگید